کره، آرد، شکر قهوه‌ای، تخم مرغ، نشاسته ذرت، شکلات، جوش شیرین، وانیل و پسته خرد شده. ابتدا کره سرد یخچالی خرد شده رو همراه با شکر و شکر قهوه‌ای در کاسه همزن ریخته و با سری پدل همزن با دور متوسط همزن هم میزنیم تا زمانی که خوب با هم مخلوط بشن و یک خمیر نرم و یک دستی به ما بده. تنها نکاتی که باید رعایت کنیم این هستش که کره باید سرد یخچالی و حتما خرد شده باشه و با دور متوسط همزن هم بزنیم و از زیادی هم زدن خمیر کوکی هم پرهیز کنیم چون در بافت و طعم کوکی تاثیرگذار هستش. زمانی که این سه مواد با هم ترکیب شدن و تقریبا کره ها باز شد دیگه هم نمیزنیم چون ما یک خمیر نرم و سردی رو لازم داریم. در این مرحله تخم مرغ رو همراه با کمی وانیل هم میزنیم تا از لختگی در بیاد و در 2 مرحله به مخلوطمون اضافه میکنیم. هم زدن تخم مرغ ها در تمام خمیرهای کوکی فقط باید در حد مخلوط شدن باشه، یعنی در حد چند ثانیه. حتما در زمان درست کردن خمیر کوکی دورگیری رو فراموش نکنیم. هر از گاهی دستگاه رو خاموش کنیم، با لیسک دور کاسه رو تمیز کنیم و دوباره شروع به هم زدن کنیم. ما بقیه تخم مرغ رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم تا خمیرمون به این شکلی که میبینین در بیاد. حالا مواد آردی هایی که داریم با هم مخلوط میکنیم و خوب هم میزنیم و در 2 تا 3 مرحله به خمیرمون اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. دوباره با لیسک دورگیری رو انجام میدیم تا مواد آردی با خمیرمون خوب مخلوط بشه. همینطوری که میبینید در چندین مرحله مواد آردی رو اضافه کنید و هم بزنید و با لیسک دورگیری رو انجام بدید تا یک خمیر نرم و یک دست و لطیفی رو ما داشته باشیم. حالا شکلات ها رو خرد میکنید، ولی قبل از شکلات ابتدا مواد آجیلی که داریم، حالا ما از پسته استفاده کردیم، اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم تا با هم مخلوط بشن. سپس شکلات های خرد شده رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. حالا خمیر کوکی ما آماده شده. یک خمیر نرم و سردی رو ما داریم. 1 ساعت در یخچال استراحت میدیم. بعد از 1 ساعت کوکی هایی به وزن 70 تا 80 گرمی جدا میکنیم و با 2 دست کف 2 دستمون گرد میکنیم و دوباره نیم ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. برای تزیین روش هم میتونیم از مواد آجیلی استفاده کنیم و روش قرار بدیم. زمان پختش 180 درجه به مدت 10 دقیقه کافیه. کوکی های ما حالا آماده شده. نوش جونتون.